برای داشتن یک حکومت دموکراتیک باید توان شنیدن حرفای مخالف رو داشته باشیم. سعی نکنیم اونها رو ساکت بکنیم یا فحش و بد و بیرا بهشون بگیم. اگر اکثریت، دیگه دموکراسی رو میگن اکثریت اومدن تو خیابون و اسم یک نفر رو صدا زدن. اگر این اکثریت اجازه حرف زدن به اون اقلیت ندن، این اسمش دموکراسی نیست. متوجه میشیم؟ ما اگر بخوایم در فردای ایران دموکراسی داشته باشیم، شما نمیتونید برگردید به 50 سال قبل، مقایسه نکنید جمهوری اسلامی رو با پهلوی. اگر جوانها شنیدن فقط راجع به دوران پهلوی، من خودم به چشمای خودم دیدم. من یک دانش آموز بودم اون موقع. میگن نسل 57 باید عذرخواهی کنه. نه، هیچ عذرخواهی به پهلوی مردم ایران بدهکار نیستن. تو تلویزیون برمیگردن میگن که آره ظلمشون شده. هیچ ظلمی به پهلوی نشده. انقلاب مردم در 57 بابت مطالباتی بود که داشتن از خاندان پهلوی، بالاخص محمد رضا شاه پهلوی. ما در ایران تا به حال دموکراسی رو تجربه نکردیم، نه در قاجار، نه قبل از اون، نه حتی در دوران پهلوی دموکراسی در ایران نبوده. حالا اگر شما میخواید با همون رویه ادامه بدید، خودتون مختارید. اکثریت دلشون میخواد زیر نفوذ یک نفر باشن، یک نفر فرمان بده برای کشور و بقیه گوش بدن. این اسمش دموکراسی نیست. من 5 دلیل میارم که چرا نظام پادشاهی نظام مناسبی برای ایران نیست. ما اون سیستم ایران رو آوردیم اینجا. من در دنیای آزاد دارم زندگی میکنم، ولی اون سیستم ایران رو برداشتن آوردن اینجا، توی کلیساها، توی مجامع سیاسی و در فضای مجازی. یه نفر میگفت که شما راجع به قلب اظهار نظر نمیکنه. یک متخصص قلب چی درسشو خونده فلان اینا. من نه ادعای خبرنگاری دارم نه علوم سیاسی خوندم، ولی فکر میکنم. هر چی که میشنوم فکر میکنم. همینجور که تو کلیساها میگن راجع به خدا نظر ندید، مثل دقیقا همون اسلام در کلیسا عین سیستم اسلام رو آوردن توی کلیسا. میگن بذارین کشیش ها به شما بگن، خودتون خدا رو نمیتونین بشناسید، نمیدونید چی کار بکنید. این سیستم ایرانه. حالا در سیاست هم همینجوریه. یه نفر وقتی میاد میگه اظهار نظر سیاسی نکنید، این رو بذارید برای اونهایی که درسشو خوندن. این دقیقا همون سیستم ایرانه. ما این همه تحلیلگر داریم که درس خونده، علوم سیاسی خونده، تحلیلاشو گوش میدی 2000 ارزش نداره. پس چرا میگین مردم اظهار نظر نکنن؟ مردم ایران هم هیچ عذرخواهی بدهکار نیستن. در سال 57 هم انقلاب شد. مردم یک سری مطالبات داشتن که از حکومت پهلوی کردن، چون که یه نفر فقط دستور میداد، بقیه گوش میدادن، و این اصلا دموکراسی نیست. حتی خود شاه هم گفت من صدای مردم ایران رو شنیدم و قبول کرده اعتراضات رو. حالا شما چی دارید بگید؟ من حتی شنیدم گفتن یه اقلیتی اومدن تو خیابون، اکثریت چیزی نگفتن، نشسته بودن تو خیابون، توی خونه. اگه از الان دارید جعل میکنید چیزهایی که اتفاق افتاده، وای به حال فردای ایران. و اما 5 دلیل که نظام پادشاهی چرا نظام مناسبی نیست. میگن نمونه موفق نظام پادشاهی وجود داره. کدوم کشور رو مثال میزنید؟ انگلیس، اسپانیا، دانمارک. اینها رو به عنوان نمونه موفق به کار میبرید، ولی من میگم اینا موفق نیستن.
ممکنه از لحاظ اقتصادی انگلیس وضعش خوب باشه، اسپانیا خوب باشه، ولی یک نفر تو اون کشور هست به عنوان پادشاه که فرای قانونه، هیچ دادگاهی نمیتونه پادشاه انگلیس رو مورد سوال قرار بده یا پادشاه اسپانیا رو. این دموکراسی نیست. پادشاه انگلیس احتیاج نیست گواهی نامه داشته باشه، پاسپورت نداره و یک بانک اختصاصی برای خودش داره، اصلا حساب نمیره بانک باز بکنه، بدون حساب کتاب پول از اون ATM خودش برمی داره. این دموکراسی نیست، اسمش دموکراسی نیست. 2. مردم حق تغییر رو از دست میدن دیگه. مردم هیچ حرفی ندارن. فرض کن که مردم اومدن رأی دادن و گفتن پادشاهی، با توجه به، حالا من میگم احساسی دارن مردم عمل میکنن. مردم نه اینکه خیلی تحت فشار بودن این 47 سال که اینایی حرف زدن، مردم تحت فشار زیادی هستن و با این کشتاری که مردم کردن، این جنایتکارا، دیگه مردم دنبال حمله خارجی هستن و یک کسی که بیاد رهبری بکنه به سمت عبور از جمهوری اسلامی. ولی معلوم نیست در آینده چی میشه. شما دختر این خانم رو که قرار ملکه آینده بشه میشناسید؟ نه. عملکردش رو دیدید؟ نه. دلیل نمیشه که میان تو تلویزیون بازم میگن نمیدونم این نسل اندر پادشاه بودن که بودن. دلیل نمیشه این آدم، البته اونا هم عملکردشون مورد سؤاله، زیر سؤال میره. نمیگم ایران رو نساختن، چرا؟ ایران رو مدرن کردن، خیلی چیزا به ایران اضافه کردن، ساختن، برعکس این جمهوری اسلامی. برای هم میگم مقایسه نکنید. ولی دلیل نمیشه که ما بیایم و نقص هاشون رو، کاستی هاشون رو عنوان نکنیم. یه سری مشکلات داشتن، خودشون هم قبول دارن، حالا نمیخوان اعلام بکنن، میگن به گذشته کار نداریم. اگر به گذشته کار نداریم و میخوایم به سمت جلو حرکت کنیم، پس دیگه معذرت خواهی هم معنی نداره. 3. اگر به یک نفر رأی بدید در آینده شما نمیدونید چه اتفاق میفته. دارید برای نسل آینده یک تصمیمی میگیرید که اونا دیگه هیچ نقشی توش ندارن. سلطنتی فرزند اندر فرزند همینجوری باز خودشون تو خانواده سلطنتی هستن. ما خانواده سلطنتی میخوایم چیکار؟ مردم باید رأی بدن. ببینید آمریکا خیلی راحت، وقتی نمیخوان میان بعد از 4 سال رأی میدن، میگن ما اینو نمیخوایم، یه نفر دیگر رو میخوایم. ولی تو نظام پادشاهی مردم این حق رو از دست میدن. اسم این دموکراسی نیست که رأی بدن نماینده ها برن تو مجلس اونا دولت رو تعیین کنن. این دموکراسی نیست. چرا؟ چون که یه نفر اون بالای دولت هست، شاه دست نمیخوره، همینجا هست. درگیری های تو خانواده سلطنتی تو انگلستان رو داریم میبینه دیگه. این 4می بود و ما 5می. شما نمیتونید یک نفر اون بالا بذارید که گفتم به قانون جوابگو نیست و نسل‌های آینده نمیتونن عوضش کنن با انتخابات و در آینده نسل‌های آینده شاید نظرشون عوض شه. همونجور که میگفتن اون موقع خمینی لعنت شده میگفت که مردم ایران دیگه شاه رو نمیخوان، مردم میتونن نظر بدن. بله الان هم مردم دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخوان، تموم شد رفت. 50 سال دیگه شاید مردم پادشاهی رو نخوان. از کجا میدونی؟ نسل ها نظرشون بربود خودشون محترمه و باید همون موقع تصمیم از خودشون بگیرن و اگر پادشاهی باشه مردم دیگه حرفی برای گفتن ندارن. پس بنابراین نظام پادشاهی نظام مناسبی نیست.